چطوری میشه به این باور داشت که یک نفر قراره یه روزی بیاد و دنیا رو گل و بلبل کنه؟ ولی احمقه کسی که همشه. همیشه شما به سمت بهبودی میل میکنید بهتر میشی، ولی گل و بلبل ما هیچ وقت نداریم. این سوالو خیلی دوست دارم چون اینو خیلی زیاد میبینم و به نظرم واقعا آدم‌ها اشتباه میکنن که به این باور پیدا میکنن. آیا واقعا افرادی هستن که جهان رو کنترل میکنن؟ نه به اینجوری که میگن مثلا چی میگن باشه درای بسته و آره نه از این صحبت نه. یه خانواده یهودی هستن 6 نفرن دنیا رو چیز میکنن، فراماسونرها اینجوری میکنن، ایلومیناتی ها میان. نه همچین چیزی وجود نداره. اینا صرفا تئوریای توته است و خیلی هم آسونه دیگه. اینا همچین اینا ایده های قشنگیه، آسونه. یا 7 نفرن مملکت و دنیا رو درست میکنن. ویل گیتس واکسن داده برای کرونا، آسونه دیگه، خیلی آسونه. اینا برای یه ذهن تنبل بوز خیلی آسونه اینا رو بپذیره. گلوبالیستا اینجوری دارن میکنن جهان وطنیه. حالا چیزی که من باور دارم، یعنی چیزی که من میبینم اینه که دنیا اتفاقا اونوریه. اصلا این چیزی که آدم‌ها خفن میبینن و در اتاق بس نه، یعنی واقعا بایدن میره با فلان رئیس جمهور صحبت میکنه، با هم حال نمیکنن، یهو یه دیل با هم کشور نمیبرن، 700 نفر کار جدید نمیگیرن به خاطر اینا با هم حال نکردن. یعنی اینقدر سیستماتو ساده و بچگونه است. یه دونه مثال در این بود. بله اگر منظورتون اینه، بله مثلا آقای بایدن اگر که فردی باشه که خشمشو نتونه کنترل کنه بره مثلا با یکی دعواش بشه، بله عده‌ای متضرر میشن. اینجوری میتونی بگی که عده‌ای مثلا به خاطر تصمیم یک نفر متضرر بشن، ولی دسته ما آدمش داره. مثلا بایدن خب خیلی کلفته، نقشش قدرتمندترین مرد جهانه دیگه. یا خامنه ای مثلا از این یه تصمیم بخواد یه در بدبخت میکنه، بله مثلا این از این بابت مهمه. بله افرادی میتونن در این لول ها تصمیماتشون برای زندگی، ولی که یه دیگه کل جهان نشستن کل جهان رو کنترل میکنن با برنامه، نه همین چیزی وجود نداره. نه اصلا نمیشه یه جوری. آیا همین تفکرات نقاد و صحبت کردن نقاد کافی نیست که یک انسان از بزی در بیاد؟ خب آره دیگه. اولا بچه تو رو خدا ناراحت نشید میگیم بز، اینا باید اونی کسی میگه که من بزم خیلی شرف داره، خیلی خوبه. میگم you can't change what you don't acknowledge. شما باید بدانید که گاوید، یعنی بزی باید گاو بشید اول. بز یعنی کسی که نمیداند ولی شاخ میزنه میگه من میدونم، این میشه بز. ولی گاوه کسی که میگه نمیدانم، بدبختیم دیگه چیکار کنی، بدبختیم. خیلی خوبه که شما بفهمید گاوید، خیلی خوبه که انسان بفهمه گاوه. ویدیو قبلیم توش توضیح دادم که من کی فهمیدم گاوم. یه آدما یه موقعیتی تو زندگیش میاد، یعنی هیچ کسی نمیخواد فکر کنه گاوه و هیچ کسی نمیخواد باورش بشه گاوه. خیلی طبیعیه این موضوع. یا حتی بز اساسا اینفریور بودن و پایینتر از بقیه بودن آزارنده است و انسان اینجوری عادت نداره. همیشه باید بره بالا، یا خود بالاتر باشه یا هم لول باشه و سخت پذیرش این که آدم از دیگران کمتر بداند، کمتر داشته باشد، کمتر حال کند اینا چیزا. ولی خب اینم یه قسمتی از بزرگ شدن دیگه. بله خیلی وقتا شما نقصان دارید، کاستی دارید، باید بپذیرید کاستی دارید. پذیرش خیلی مهمه، خیلی مهمه. پذیرش شاید مهمترین چیزه. یعنی من خیلی ازم میپرسن که تو زندگی چیکار کردی که مثلا اینجایی یا هر چی، من همیشه بهشون میگم این که من چیز جدید رو خیلی راحت و سریع قبول میکنم. یعنی من وقتی مثلا روزی که فهمیدم احمقم، یعنی اینجوری نبود که حالا تو این موضوع بود کمم خوابیده بودم، اینا خب خیلی قشنگ حرف زد، دکتر فلانی هم گفت برای همین گول خوردم. نه، قشنگ گفتم که اوکی سوی تو بازی، پس اگه 4 نفر بیان فیلم بازی کنن جلوت همشون یه حرفی بزنن تو انقدر احمقی که حرفو باور میکنی، در لولی که مثلا فکر کنی واکسن بده. پس از امروز بفهم احمقی سهیل و هر کی هر چی بهت گفت و حداقل 10 جور متفاوت تست کن، بخون، با 5 تا آدم مطمئن صحبت بکن. اگر هر 10 تا چیز گفتن آره، اون موقع برو طرفش. ولی نه که چون فقط فلانی اومد گفت من بابام دکتر اینو گفته، عموام اینو تایید کرده، تو هم بهش نمیگی قبول. قبلا هم با هم دیگه صحبت کردیم بر مسائل مسائل ساده که مثلا آقا ماست بهتره یا پنیر و اینا اوکیه شما نظر داشته باشید. ولی اگر مسائل کمی پیچیده تخصصی شد،
شما اصلا به نظر من صلاحه که نظر ندید و نظر کسایی که بلدن خبرگان رو اونا رو مثلا انجام بدید. این به نظر من، چون بعضی وقتا خیلی سخته نظر تخصصی دادن. بله اگر شما برید زحمت بکشید در اون زمینه مثلا آموزش پیدا بکنید، خودتون صاحب نظر بشید، اون موقع اختلافات صاحب نظران اون بسیار عالیه، میتونید با هم دیگه مناظره بکنید حتی. ولی اگر مثلا یه فرد عادی بیاد بگه آقا mRNA واکسین بزنم یا نزنم، اصلا در حد فرد نیست که همچین تصمیم بگیره، که همچین تحلیلی بخواد بکنه. ایشون باید صرفاً به نظر خبرگان امر نگاه بود، نظر اجماع خبرگان ها، نه اینکه سر کوچمون دکتر سر کوچمون اینجوری گفت، نه فهم داداش هم دکتر اینجوری گفت غلط کرد. اجماع خبرگان یعنی بزرگترین های جهان بیان بر نظر بدن، اونم اجماعشون. آیا هر که باهوش باشد پولدار می شود؟ نه. یکی از ملاک هایی که من برای اسکرینینگ تستم استفاده می‌کنم در گفتگوهای، میدید که من در کوتاه مدت دو تا سوال از فرد می‌پرسم چند مرده حلاجه، یکیش همینه که چقدر پول در میاره در سال. بعد شما مثلا در سال که میگن یعنی چی کانسیستنت باشه دیگه، مثلا اینجوری ماه پول در بیاره فردا پول در بیاره، دو چیز کرد تصادفی پول گرفت. ولی اگه کانسیستنتلی شما بتونی پول دراری، باهوشی. بله البته میتونی هم باهوش نباشی ولی معمولا باهوشی. مثلا میتونی آقازاده باشی ها، یعنی بابات پولدار باشه فلان اینا، میتونه اونجوری باشه، ولی معمولا اگر شما کانسیستنتلی بتونی سرمایت رو حفظ بکنی، بیشترش بکنی، پولدار باشی، یعنی باهوش. من دیروز کازینو $5000 باختم، واسه این من احمقم، خواستم بچه‌ها بدونن. $5000 باختی؟ ببین سهیل، من نمیتونم، اصفهانی نمیتونه $5000 به بازه، یعنی به $500 رسیده بود اومده بودم بیرون از اونجا. نه 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 ببین اتفاقا اینو بگم، یه کسی بچه‌ها کازینو میزنه، من توی امسال شروع کردم برم کازینو، یعنی تصمیم گرفتم که برم کازینو و قمار رو وارد زندگیم بکنم، چون که دوست دارم و تفریحی که خوشم میاد. گفتم سال 4-5 رو برم، پس باید کنترل شده باشه که اگه هر دفعه باختم مهم نباشه. وای من نگاه روی این ادیکشن های تو باید من کار کنم پسر، صبر کن. ببین دوپامین سرچته، بعد بشین یه گوشه همش دنبال دوپامین سرچه. بگو ببینم چی شد $5000 زدی به چیز گاف ها؟ بعد حالا 4 دفعه گذشته که رفتم کازینو، یعنی 4 تا مسافرت گذشته که بین 3 تا 8 روز بوده، وقتی رفتم کازینو همشون رو با پول بیشتر اومدم بیرون، یعنی تمام غذا مجانی بوده، تمام مسافرتم مجانی بوده، پول اضافه هم برگشتم خونه. سوال جان اون عزیزه، تو میری اونجا پولدار بشی؟ نه میرم بازی رو دوست دارم، میرم حال کنم. آفرین، اون سرج دوپامینش رو دوست داری و این ادیکشن. بله فقط میرم بازی کنم. بعد میگم همیشه بارنده اومدم بالا، نه مثلا $5000، مثلا $200 $800 $1000، خیلی پولای کوچیک ولی برنده بود و این خوب بود که یه بازی کردم نباختم و همون سر پولم بودم، مسافتم مجانی بوده و مسافتم پر کرده. این دفعه که رفتم، خب روز اول رفتم $800 گذاشتم، 800 شد 1500، بعد با 1500 بازی کردم، 1500 شد 0. رفتم یه 1500 دیگه گرفتم و اون شد 0. بعدم 1000 دیگه گرفتم اون شد 0. بعدم 1000 دیگه گرفتم و اون شد 0. بعد دیگه مسافت تموم شد. بعد که داشتم راه برگشتم گفتم که خب تو برای خود چرا ترمز برای خود نذاشتی؟ چون وقتی میبری لول برد تو کازینو داره کنترل میکنه با احتمالات و هندسه. و یه واحد باخت خیلی بدتر از یه واحد برده. شما نمیتونی بپذیری به بازی. خیلی جالبه این داستانی. و برای خودم یه سقف گذاشتم. گفتم از این به بعد $4000 رسید توی سفر یا توی روز به $1000 رسید بلند میشی. یعنی اگر توی روز تو $1000 باختی دیگه نمیتونی بازی کنی، توی سفرم $4000 باختی دیگه نمیتونی بازی کنی. سوال من اصلا قمار نمیکنم به هیچ وجه. به علت مهمش هم همین اورژنیه که از باخت دارم. خیلی باخت و از دست لاس برای من خیلی ضربه است. هر لاسی ها توی ریلیشنشیپ هم همینجوره، اصلا نمیتونم لاس رو تحمل کنم. من رفتم به توی رابطه ول نمیتونم بکنم دیگه، باید تا آخر همیشه باید باشه.
اصلا از دست دادن برای من خیلی قهر کی بام بکنه این اینقدر سختمه یه کسی بام قهر فوری میرم موسموس. تو موسموس میکنه تا یه کسی باید قهر میکنه؟ نه میکنم. من اول نشون میدم که شاخم، ولی خیلی سریع میرم ناراحت میشم، حتی کسی که بهم بدی کرده رو دلم میگم که اوکی اتفاق افتاده بره. اینم میرم میبازم بهم خیلی فشار میاد، همین که شما میگی بهم فشار میاد، ولی کاری که کردم رو حساب کتاب $5,000 از دست دادی، بعدم تازه میگی $4,000 سقفمه. من یه قرونم سقفم. اون دفعه به جان خودم با خانمم رفته بودیم نایگارا. من قمار نمیکنم، ولی اونجا هر کی میره نایگارا اونجا یه قماری هم میکنه دیگه. رسمه. مثلا امامزاده داوود هستن قاطر سوار میشن. خیلی خوبه اونجا. ولی هر کی بچه این نایگارا فالس اینقدر نایگارا این امامزاده داووده، خدا شاهده. این قد دهاتی ان توش، برین ببینین خیلی دهاتی ان. مگه نه؟ خیلی سبکش دهاتی ها. مثلا لباس میفروشن کانادا، I love Canada. بعد ما رفتیم کازینو با خانم رفته بودیم، آقا ما گذاشتیم من رقمای طوری که من بازی نمی‌کردم، به $10 $20 بازی می‌کردی. من دستام بین 200 تا 400. نه با 20 من $20 باختم. خیلی حسابم خورد شد. به جان خودم. بعد به خانمم گفتم دست خانمم گرفتم گذاشتم رو میز. نمیدونم یادت میاد فیلم فارسی قدیمی ها بود، البته بود این جک پادا میگم میزی نبود که چیز میشه یه پول نداشت باخته بود اینا، بعد دیگه می‌خواست مثلا یه چیزی بذاره تو بانک دست زنشو میذاشت روی تمام. دست خانم کنم سارای دست بده گذاشتم رو جک پادا. گفتن ساریا بریم اینجا جای من نیست، من نمیتونم، تحمل باخت ندارم، باش بریم. منم سر اینکه تحمل باخت نداشتم سالها بازی نمی‌کردم، ولی بازی رو دوست دارم، کازینو رو دوست دارم، بلک جک و رولت و کرابز اینا رو دوست دارم. بعد با یکی رفیقامش حرف می‌زدم، گفت تو چرا کازینو نمیری؟ تو به شخصیتت میخوره، اخلاقت اینجوریه، عاشق گمبلینگ هستی، چرا کازینو نمیری؟ گفتم که تا حالا نشده کازینو ببرم، همیشه میبازم و به خاطر همین نمیرم. بعد گفت چقدر بازی میکنی؟ گفتم $5 $10. گفت خب حرومزاده مشکل همینه دیگه، تو 500 بارم ببری $10 میشه $5,000. یعنی اصلا هنوز چیز نشه. بعد کی تا 500 بار تو کازینو برده؟ واسه همین عددا اشتباهه. قطعا خود بره بالاتر آروم بازی کن. بعد با این خب همین من ازت پرسیدم هدف تو اینه که بری پولدار بشی اونجا؟ نه فقط عاشق بازیام. بنابراین با همون به $10 $20 بازی کن. آره ولی وقتی مثلا میبرم هنوز احساس برندگی نمیکنم. مثلا میام بیرون مثلا $100 بردم یا خب $100 دیوونه ای، من مثلا تا برسم به کازینو $300 خرج کردم. اولا برات معنا داشت ولی الان معناش میدونی همین یه دونه چی فیکس بالاتری میخوای، معتاد شدی رفت دیگه تمام شد. آره حالا میگم یه دونه فاند درست کردم براش، حالا بعد گفتم بعد اینو بگم. یه دونه فاند درست کردم، $30,000 پول ریختم توش، گذاشتم توی S&P 500. گفتم آقا این پول گمبلینگ منه، اگر تا سال 2028 من بتونم اینو نگه دارم اوکی هم که توی 3 سال $3,000 ببازم، تا توی 4 سال $3,000 $30,000 ببازم، میشه تقریبا سالی بین $7,000 تا $10,000 اوکیه که من دارم 5 تا 10 بار مسافرت میرم، پول هواپیمامو میده، پول هتلمو میده، پول پارکینگمو میده، پول ریزورتیمو میده، همه پولامو داره میده، حتی غذامم میده. به خاطر همین گفتم خب این فرنا من 30 تا خرج میکنم توی 5 سال 4 سال آینده، شما به من هر 2 ماه یه مسافرت میدی. این فاند رو درست کردم و هدفی که میخوام برم میرم از این فاند مثلا بین 3 تا $7,000 بستگی داره هر چند روزی که باشم روزی $1,000 پول برمی‌دارم میرم کازینو. ولی تا حالا واسه خودم استاپ نداشته بودم، ولی الان دفعه استاپ گذاشتم که آقا اگه پول رسید به $4,000 دیگه نمیتونیم. خب الان چند وقته داری این پلن رو انجام میدی؟ از جنوری شروع کردم، 5 یا 6 بار تا حالا رفتم مسافرت واسه فقط بازی. توی 5-6 بار اگر که بخوای یه نتیجه در بیاری، آیا این نتیجه کفایت میکنه که اکستراپولیتش بکنی به 20 سال آینده یا نه؟ ببین هنوز نمیتونم بفهمم، به خاطر اینکه فکر میکردم آره جوابم بله است، ولی دفعه آخر که رفتم انقدر فقط همه چی بد میاد. یعنی مثلا میز بلک جک 13 دست بازی کردم، 2 دفعه بر خورد،
حتی یک بار من نبردم. یارو رو 15 6 میکشید دیله. نه میگم حالا اون مال یه مورد بوده، ولی در این 6 جلسه ای که رفتی کلا آیا میشه بگی مثلا آوتکامش چقدر بوده؟ لاس بوده اور گین بوده اور یه مساوی بوده؟ گین بوده. گین بوده. توی آیا بار اول گینی که یعنی 5 6 باره همین دیگه، آیا در این گینی که پیدا کردی آیا میشه اینو تعمیمش داد به 20 سال آینده، بگه 20 سال آینده هم شما گین خواهی داشت؟ ببین من چون با سعی میکنم با عقل و ریاضی بهش نگاه کنم، هر چیزی که کیاس هم باشه وقتی که تو میای لارج اسکیلش میکنی یه پترنی میگیره. بله همینو میگم. آیا این پترن به شما این پردیکشن رو میده که بگی with high probability 20 سال دیگه من گین دارم؟ من اونوری میبینم. من میبینم هرچی تایم بلندتر شه لاست من شروع میکنه بیشتر شدن. آها، یعنی میگه الان ممکنه گین نشون بده ولی 20 سال دیگه احتمال زیاد لاس خواهد بود. بله، چون که مثلا مثل میمونه که من دارم یه بت میکنم با کازینو دیگه، یه سکه میندازیم، من میگم تیل میاد، کازینو میگه هد میاد. ما اینو انقدر بازی بکنیم هی زیاد بشه، ایونچولی چون تمام این بازی ها یه جوری، حالا این کوین تاس مثال خوبی نبود چون 50-50، ولی کازینو هرچی که داره بازی میکنه یه ادوانتجی داره، حالا 51%، 55%، 60%. ولی خب این در کله همیشه میبازی. نه این در کله، ولی در مورد شما ممکنه که با نظر کل یکسان نباشه. چرا؟ چون بعضی از بازی ها هست که به هوش شما ارتباط داره، صرفا به شانس و یا الگوریتمی که کازینو داده نیست، مثل ماشین جکپات و این صحبت ها. مثلا تو بلک جک شما میتونی از قابلیت های خودت استفاده بکنی برای وین کردن. میگم حالا فکر میکنی که تش لاسه در مورد شما؟ من فکر میکنم تش لاسه، ولی وقتی خودم فکر میکنم به خودم میگم نه و میتونی برنده باشی. ولی وقتی میشم واقعا بهش فکر میکنم یا اون ثانیه که همش میگم میگن که اگر چانس بیسد باشه یا الگوریتم بیسد باشه بازی هایی که انجام میدی، من نمیدونم چه بازی انجام، اگه بر اون اساس باشه که حتما لاسه. ولی اگر که عامل هوش خودت و نحوه مهارت بازی کردن باشه میتونه گین باشه، ولی در کل همه اینا رو خودت جمع و تفریق بکن دیگه. شما میگی 20 سال دیگه لاسه یا گینه؟ من میگم لاسه. اوکی، حالا شما میدونی یه چیزی لاسه، چرا این کار انجام میدی؟ برای تفریحش. یعنی همین که من میرم اونجا با خانومم میشیم سر میز تاس میندازیم، با هم میخندیم، میایم خونه $1000 بردیم، با هم خوشحالیم، مثلا میریم غذا میخوریم یا میایم $1000 باختیم، میگیم گور پدرش. یه چیزیه که بین من و خانوممه. آره، اینو هنوز در زمره انترتینمنت و هزینه‌ای که برای انترتینمنت میکنی، نه به عنوان ادیکشن. درسته؟ 100%. چون که بهش فکر میکنم که به این که آقا تو هر چقدر خفن باشی، کازینو با 100 تا خفن تر از تو هم دیل کرده و دنیا نشون داده که کازینو برنده است. پس تو آردی کسایی که مثل تو بودن باختن. ولی مثلا میگم الان پس فردا دارم دوباره میرم کازینو واسه یه هفته و این کازینو که دارم میرم هتلش روزی $300، 7 روزش میشه $2100، پارکینگش روزی $50، بخش $25، 7 روزش میشه مثلا $200. اینا که با هم جمع کنی نزدیک $2,000-3,000 خرج این سفره. من دقیقاً اندازه خرج سفر دارم به خودم کش میبرم. گفتم آقا اگر همه‌شو ببازم پول سفرمو دادم، یعنی تکنیک هیچی نباختم. اگر نبازم حتی $100 از این پولم مثلا بمونه، انقدر دیسکاونت گرفتم. ببخشید من نفهمیدم، این خرج این هتل اینا رو خودت میدی دیگه، درسته یا اونا بهت میدن؟ نه اونا میدن دیگه، همش مجانیه. یعنی من دیدم که آدما بالا میشن میدن وگاس و مسافرت و این حرفا، پول هتل نمیدن. بعد نمیفهمم چجوری این کارو میکنن. بعد گفتم که خیلی خوب این یه سیستمی درست شده که پیدا کنه که معتاده. آیا میتونی بری و کمتر از میزانی که چون میگی آقا من هر چی بکنم لاسه تاش، نه شما برمودید دیگه، ولی میگی یه چیز مفتی میدم میریم اونجا حال میکنیم دیگه، خیلی دیل خوبیه به نظر من. آیا اینا حساب کتابای شما رو میکنن که ببینن چقدر شما پول میریزه اونجا که بعد نهایتا بگم میصرفه ما براش این بلیط هتل رو بگیریم، یا میتونی کلک بزنی پول خرج نکنی اونجا، قمار نکنی؟ میتونی کلک بزنی. من همین کارو کردم.
اتفاقی که افتاد، من دیدم که این سری آدم‌ها هستن مجانی میگیرن. گفتم خب چیکار میکنن اینا؟ میان آدمای معتاد به قمار رو پیدا میکنن و به اینا آفر میدن که بیاین زندگیشون رو ببازن دیگه. خیلی منطقی. گفتم خیلی خب، من اگر داشتم کد مینوشتم که از روی کدی که یارو میاد کارت میکشه بازی میکنه بخوام بفهمم که این یارو قماربازی یا قماربازی است، چیکار میکردم اگه من پروگرامش بودم؟ بعد بیس روی منطقی که تو مغز کوچیک خودم درست میشد اون کارا رو میکردم. مثلا ساعت 3 صبح ساعت میذاشتم تو هتل، زنگ میزد، از خواب بیدار میشدم، شلوارا میپوشیدم، میومدم پایین، یه رو بازی میکردم، برگشتم دوباره میخوابیدم. بعد دوباره ساعت 6 ساعت زنگ میزد، دوباره میومدم پایین، دیدم که این پروگرامینگ نشون میده این خارکسته هر 3 ساعت اومد کازینو تو 24 ساعت. یعنی دیوونه بازی، از خوابش میزده که بیاد بازی کنه. آها، اون الگوریتمی که اونو شناسایی میکردن چه کسایی رو بهش این آفر رو بدن رو پیدا کرده بودی، طبق اون الگوریتم در واقع شما تقلب میکردی، درسته؟ بله. بعد این استایل من بود. حالا کازینو مثلا تو قبرس براش مهمه تو چقدر میبازی، اگه نبازی بهت هیچی نمیدن. ولی کازینوهای توی ویگاس و آمریکا اینجوری نیستن، براشون مهمه که تو چقدر بازی میکنی. توی مثلا قبرس که من کازینو بودم، وقتی پولو میدی میزنه که آقا سوال اقتصادی است، $1000 پول گذاشت روی میز. وقتی میدیدم کشیه پول بگیری، کشیر میگه کی تو؟ میگی سوال اقتصادی، میره نگاه میکنه، میگه آها سر این میز 1500 بردی، اوکی بیا این 1500 پولت. یعنی دقیقاً میدونه که کی چقدر برد، کی چقدر باخت. توی کازینوی آمریکا تحت کاری ندارن. سر میز که بازی میکنی میای میشی میگه $1000 نشست. بعد که بلند میشی میری دیگه در کشیر، کسی با تو کاری نداره، نمیپرسه این کجا بوده، اینا پول رو بهت میدن. و تو، من یه کاری که مثلا میکردم، میرفتم $1000 میذاشتم روی میز، بعد $100 بازی میکردم، مثلا میشه $900. بعد $900 رو وقتی مثلا توی یک ساعت تو بازی میکردم، هی $100 برمی‌داشتم میذاشتم تو جیبم که اصلا کازینو هم نبینه من این پولو دارم برمی‌دارم، چون پول خودم میذاشتم تو جیبم، کار خلافی نکردم. بعد پولی که به 300 میرسید میگفتم من دارم میرم، یارو هم میذاشت که سهیل رفت 300 هم با خودش برد. بعد میرفتم دوباره میرم دم کشیه، کوینا رو میدم، کش میگیرم، دوباره برمیگردم سر میز، همون کشه رو میدم به میز. میزه واسم $1000 که گشتم و در واقع $2000 ثبت میکرد، چون فقط میچرخوندمش. و از این کارا کردم. کازینو گول خورد که آقا یارو قماربازه، یهو تمام هتل‌ها و همه این چیزا من مجانی شد. و نه، این چیزی که شما داری میگی این اسمش ادیکشن نیست، این یه پلن انترتینمنت خیلی سمارته، اصلا اسمش ادیکشن نیست عزیزم. من سعی کردم اینو درست کنم. یعنی من گفتم که برو یه انترتینمنت قوی درست کن با عقل. و برای همین دارم میگم برای کسی اگه خواست این کارو بکنه، بزرگترین چیزی که من فراموش کرده بودم، حالا شانس بودم خوب موقعی فهمیدم که تو باید حتی برای خود استاپ پوینت بذاری. چون من دسترسی به پولم زیاده. یعنی مثلا من اگه بخوام میتونم تو مثلا تو اسپات رو کیف پولم مثلا میتونم تو مثلا چندم 80 90 هزار دلار از کارتام پول بکشم بیرون. کارت خانومم هست، مامان بابام هست، واسه من دسترسی به پولم زیاده، مشکل مالی ندارم. و دیدم کسایی که میان تمام زندگیشون رو خالی میکنن، مقصد این مقصد اون، همه چی رو مقصد میکنه. و من میگم خب من اینجوری نیستم و مشکل ندارم. بعد دفعه که رفتم تو بازی، خب وقتی 1500 باختم گفتم خب من که باختم، برام دوباره بازی کنم دیگه. بعدم دوباره 1500 دیگه باختم، بعدم دوباره 1500. بعد گفتم خب سهیل تو باید برای خودت استاپ بذاری، چون تو نمیدونی که تو چقدر میخوای ببازی. خب ببازی همین 1500 میگه 1500 بعد یا میبینی 20 تا گرفتی، بعد 20500 میشه $30000. خب تو $30000 دادی، خب درست نیستش که. بعد امروز میخوام یه استاپ پوینت گذاشتم و میگم هی دارم خودم آپدیت میکنم با اینکه چطوری بتونم کازینو رو بیت کنم. و نه این که بخوام برم پول داشتم، اینی که فقط پولمو آروم ببازم. متوجهم. ولی خب میگی در کنار اینم یه انترتینمنتی داری، خانومتون میبری، مسافرت میبری، که میگی اگرم که واقعا نتونم بیت بکنم و لاسی کرده باشم به عنوان هزینه انترتینمنت هم حسابم میکنم. این خیلی سمارته، این به نظر من اوکیه. بهش سوال بچه‌ها رو جواب بدیم، ما چیکار داریم به کار؟ ببخشید نه این خب بحثای همین. نه البته خیلی آموزنده بود به نظر من این تیکه بحث من و شما، این خیلی آموزنده بود، هم برای خودم هم برای بسیار از افرادی که میشنون. من چون میدونم یه سری آدم تو کازینو زندگیشون از دست میدن و دیدم میدن، گفتم اتفاقا این میتونه یه سری آدما رو واقعا کمک کنه. چون خیلی هم میرن کازینو عکس میذارن که من $3000 بردم و $20 گذاشتم $40000 بلند شدم. آدما خوشیاشونو فقط
پخش میکنن. بله توی کریپتو مارکت هم همینجوره، همه اینا که همه پول دارن. یه رفیق دارم کارش همینه، کوین درست میکنه هر سال میده به مردم هم خنگم میخرن، سالی 20 میلیون تا 30 میلیون سر مردم کلا میذاره، آخر سال که میشه کوین رو میبنده، میگه کوین از بین رفت، اصلا نمیبندهش، ولش میکنه دیگه، میگه خودتون دیل کنین، به صفر میرسه دیگه، بعد کوین جدید درست میکنه. الان تو همین ببلیز هم خونه خریده 20 میلیون دلار دزدی. اینو بهش میگن راک پول دیگه، به این میگن راک پول، یعنی فرش از زیر پات میکشن و عملا همین دیگه درست میکنه. یه چیز میاد، ملت یه هایپی میاد میگیرن، بعد یهو میپکه پروژه، کل سرمایه شما از دست میده. آره الان کوین سومشه، دمش گرم. یعنی من به چیز نگاه نمیکنم که من اگه عقل خودم میرسه خودم میکردم، یعنی کسی فکر نکنه من مثلا بچه خوبیم. اینو خیلی دوست دارم، چگونه استعدادهای خودمون رو کشف کنیم. این خیلی سوال مهمیه، جوابش هم برام واقعا سخته که چجوری بهت بگم، چون بعضی از استعدادهای شما آدم یه تصور داره که استعدادی چیزیست که آدم علاقه‌منده، انجام میده، فلان میکنه، پشن داره راجبش، ولی همیشه اینطوری نیست. من باور میکنید که شما به من میگید که مثلا آدم خاصی انترتینینگ هستی، قشنگ صحبت میکنی، صدات خوبه، بحث قشنگ میچرخونی، اینا چقدر مستعدی تو این من همیشه از اینکه این تصویر اسکپتیک وایز یا تایسون رو داشته باشم میترسیدم در زندگی، فرار میکردم که اینجوری نشم. در صورت استعداد من بوده اینجوری، بنا به ادعای شما، بنا به اقرار شماها. و خیلی برای من جالب بود اون روز با یه خانمی در این مورد صحبت میکردم، گفت که چقدر تو قشنگ برنامه‌ات اجرا میکنی اینا. گفتم من یادم میاد 13 سالم بود، فامیلمون یه پسر بود همسن من بود، ما 7-8 نفر بود نشسته بودیم تو اتاق، بعد این بزرگا بودن، با 2 تا کوچیکا فقط ما بودیم. بعد این پا شد، این پسر شروع کرد صحبت کردن برای بقیه در حالت ایستاده اون وسط و همه گوش میکردن به حرفاش. من اون لحظه گفتم من عمرن نتونم جلو 4 نفر باشم و حرف بزنم این. خدا شاهده. و هم تمام عمرم من میترسیدم و الان یه دفعه میبینم من اونم، انگار اون حرفه‌ای و سخته. خدا شاهده میگم در مورد من به نظر میرسه که استعداد من این بوده که چیز مثلا توی میدیا و پابلیک ادویکیشن و اینا اصلا فکر نمی کردم که من بتونم جلو من استیج فوبیا داشتم. میفهمید بچه؟ حالا میگه استیج فوبیا داشتم. من توی ایونت داشتیم توی ونکوور، 500 نفرم اومدن که همین بریم ما حرف بزنیم و بهشون مثلا خود راهنماییشون کنیم زندگیشون بهتر باشن. بعد من نفر اول من میرفتم حرف بزنم. من که رفتم اون رو استیج اصلا شروع کردم خوش شدم، فکر کن 1000 تا چشمش من نگاه میکرد، بعد نورم تو صورت من بود، من نمیدیدم قیافه رو خوب، بعد هیچکی نه میخندید نه جدی بود، همه فقط این ماکت بودن، فقط داشتم من نگاه میکردم که حالا به دستور من لبخنده بره بالا یا اخوان بیاد بالا یا جالب بشه براشون. پس انقدر موقعیت سخت و وحشی بود واسه من که نمیتونی باور کنی. بعد شروع کردم حرف زدن و بعد از مثلا 3-4 دقیقه آروم شدم، ولی 3-4 دقیقه قبلش صدام اینجوری میلرزید و نازک شده بود از چیز، اصلا باورم نمیشه چقدر استیج فرایت آدمو میتونه بگیره. زده بیشترین پولتون تو زندگیتون کی بوده؟ 4 سال پیش. رشته تحصیلیتون چی بوده؟ پزشکی. بعد شما پزشکی رو یه بار تو ایران خوندین یه بار اینجا، یا اینکه تو ایران خوندین اینجا امتحان؟ هر جا میرسم یه دور میخونم. اما ایران هم یه 2-3 دور خوندم. آره من توی ایران پزشک عمومی که گرفتم، رفتم رشته تخصصی بیهوشی و اونجا حدود 18 ماه که بیهوشی خونده بودم فشار زیادی تحمل کردم و سخت بودش، خیلی سختی بود برای من. نمیدونستم
به صورت روانی نمیتونستم تحمل کنم این همه یه شب به خواب لامصب این سربازی یه شب به خواب بود، خیلی اذیت میشه. یا آی سی یو این ور اون ور، خیلی رشته سنگینی بود برای من، با حالتهای روحی من نمیخورد و تغییر رشته دادم، رفتم یه رشته‌ای که مال چیز خیلی تنبلی بود به نام پاتولوژی یا آسیب شناسی. پشت میکروسکوپ میشینی را نکشی کی نه هیچ. از اون قطب اومدیم. آره اونجا هم که داشتم چیز میکردیم، مثلا رزیدنسی ما انجام میدادم، تصمیم بر این شد که بیایم کانادا و اونجا رو در واقع نیمه تمام گذاشتم و اومدیم کانادا و اینجا فامیلی داکتر شدم، اینجا پزشک خانواده هستم. اینجا دانشگاه چند وقت باید میرفتین تا به فامیلی داکتر برسین؟ اینجا هم باید رزیدنسی میروید، 2 سال رزیدنسی، یعنی شما دکتری چیزامو قبول کردن عمومیمو و وارد رشته تخصصی میشه. اینجا پزشک عمومی نداره در کشور کانادا. شما با پزشک عمومیش اسمش هست فامیلی داکتر که در واقع 2 سال تخصص فامیلی مدیسینه. فامیلی مدیسین در آمریکا هم همینجوره، پزشک عمومی بود قبلا ها میگفتن جی پی بهشون، جنرال پرکتیشنر، ولی سالهاست عوض شده هم در آمریکا در کانادا که تخصصی به نام جنرال مدیسین یا فامیلی مدیسین یا همچین چیزی جنراله. مثلا قسمتی از اینترنال مدیسین هم گاهی اوقات میتونه جنرال باشه که بهش میگن پرایمری کیر فیزیشن، به اینا میگن پرایمری کیر، که چرا واقع شما مدخل ورودی به سیستمه. میاد این فرد که عمومی بلده، کلی بلده، نگاه میکنه مریضا رو، میگه خب اینو من بلدم درمان کنم، اونم بلدم درمان کنم، اینو بلد نیستم درمان کنم، و میدم به کسی که تخصصش متخصص ساب اسپشیالیتی این رشته رو داره میفرستم. ولی عملا درمانگر همه بیمارها فامیلی داکتره، مگر بلد نباشه بفرسته به کسی دیگه. چرا روانشناسی زرد جذابه؟ یعنی چی؟ بله راست میگه، جذابه دیگه. دعوا جذابه دیگه، کلا چیزای باحاله. زرد جذابه دیگه. زرد جذابه. زرد یعنی دعوا؟ زرد یعنی چیزای دیگه، تابلویدای چیزایی که اینا مثلا چیزای خال زنک بازی و چرت و پرت و اینجور چیزا. این سوالش خود عقب موندگی ولی بدم نمیاد. آیا حیوانات خونگی با داشتن معلم‌هایی مثل ما انسان‌ها ممکنه تکامل پیدا کنن و مثل ما با عقل بشن؟ نه ببین تکامل خیلی مفاهیم شما اینجوری صحبت می‌کنید، این مفاهیم خوب نمی‌شناسی. یک موجود یه نفر که از به دنیا میاد میمیره، معنی تکامل درش معنا نداره. تکامل مال گونه است و اسپیشیزه در طول میلیون ها ساله. یک نفر تکامل پیدا نمیکنه، خیالتون راحت. یک نفر نمیتونه مثلا من تبدیل به زرافه بشم، همچین چیزایی وجود نداره. نه، وقتی شما به دنیا آمدی، ژنتیک کدت ست شد و امبریو جنین درست شد، تمام شد دیگه، تمام دیگه اِوولوشن نداره، شما تمام شد. ولی از جنبه نظر روانی متعالی شدن، متکامل شدن، این در واقع یک میمه، این جین نیست. بله این هم میتونه در تعاریف ایولوشن قرار گرفته بشه، بگه در طول زمان شما متکامل تر میشید. اگه منظورتون اینه، بله حیوانات میتونن تعلیم بگیرن، آموزش بگیرن، مهارت‌های جدید یاد بگیرن. حتی مثلا بهتون نشون بدم یه گروه از بونوبوها هستن در آمریکا، حدود 20 ساله دارن روشون کار میکنن. این بونوبوها اینقدر کامیونیکیشنشون غنی شده که میتونن با انسان‌ها گفتگو بکنن. حتی یه تبلت دارن که شاسی داره روشون 400 تا کلمه بلدن اینا بونوبوها و حرف میزنن یا گفت کانورس میکنن با هم دیگه. اون روز بهش چی میگم؟ گفت چی؟ Give your hot dog to dog. Give your hot dog to the dog. بعد یارو گفت داد بهش. بعد گفت ببین این میدونه هات داگ معنیش سگ داغ نیست و میدونه the dog منظورش این داگ است که اینجاست و میدونه مفهوم شیرینگ رو میفهمه و اینا رو با هم دیگه چیز کرد. داشت میخورد آقا give your hot dog to the dog، داد بهش خورد. بعد اون میومد با تبلش با شرب می‌زد، گشنمه، مردیم گشنگی، تشنگی سوختیم، یه لیوان آب بده دست ما، باش حرف میزد مثلا، چون قدرت تکلم ندارن دیگه.
جالبه اینو میدونی بدونی هات که از کجا اومده؟ بگو. نه نمیدونم. نه بگو شما بگو من میگم. ببین قدرت تکلم با تفکر فرق میکنه. شما میتونی فکر بکنی ولی تکلم نداشته باشی و این چیزیه که در شامپانزه ها دیده میشه. مثل کسی که سکته میکنه مرکز تکلمش از بین میره ولی فکر میکنه همچنان. ببخشید حرفتون رو بفرمایید. این هات داگ رو من خیلی برام همیشه سوال بود که چرا به میگن هات داگ، چرا مثلا احمقانه شبیه داگ هم که نیستش لامصب. منطقتون چیه بهش میگین هات داگ؟ بعد یه دوست داشتم که باش ویدیو گرفتم، داچه، بعد میگه که وقتی که جنگ جهانی تمام میشه و آدمای داچ موو میکنن به آمریکا، فقیر بودن و غذای هات داگ مال اونا بوده و کاری که میکنن کنار خیابون وای میستادن و اینو میفروختن به اسم هات داچ. یعنی غذای داچ داغ. مثلا کوبیده داغ داریم آقا، کوبیده داغ. آفرین اینا گفتن هات داچ. بعد چون لهجه داشتن مردم هات داگ و هات داگ دیگه معروف میشه میره روی داستان. 100 میلیارد دلار یا 100 سال اضافه زندگی. 100 سال اضافه زندگی. 10 سال اضافه زندگی. چه قوی. بستگی این البته بستگی داره که این سوال از کی بپرسی. من خیلی دوست دارم زنده باشم و این بحث رو اتفاقا چند روز پیش با یکی از دوستان می‌کردیم که کسی که دوست نداره زنده باشه مریضه. یعنی by definition کسی که میخواد خودکشی مریضه، باید بری دکتر. انسان باید ایولوشن اینجوریه دیگه، آدم سالم و اینجوری دوست که زنده با دوست داشته زنده بماند تا اونجا که ممکنه. و من متاسفانه یه خورده از اونوری بوم افتادم. من خیلی دوست دارم زنده باشم. بابام میگه، بابام الان 85 سالشه، میگه هر چقدر سنت میره بالاتر بیشتر دلت میخواد زنده باشی. من انقدر کار دارم سوهل، خیلی کار دارم هنوز که انجام بدم. این باید جالب باشه. بعد از رونمایی از بهمن چه اتفاقی رخ داد؟ بازخوردا از طرفداراش و هیتراش چجوری بود؟ خیلی بهتر شد. وای من اگه میدونستم اینجوری خیلی زودتر این کار کرده بودم. اولا که منو از کلاب هاوس نجات داد. کلاب هاوس منو مریض کرده بود. من خیلی آدم بدی میشدم در دنیا واقعی بدتر شده بودم. الان خیلی به آدم بهتری شدم. خب اصلا با یه مش آدمای مریض ریختن اونجا، اذیت میکنن به جان خودم. یکی و نگاه همین الان شما نگاه کنید یوتیوب منو برید ببینید چقدر اصلا خودم حیرت میکنم چطور این میزان حمایت و کامنت های تشکر از من. مثلا تصور نمیگم کسی از من بتونه تشکر بکنه. من همش فکر کنم باید فوش خار مادر به من بدن. من به قرآن نه خیلی دوست داریم. آره نمیدونستم واقعا نمیدونستم که میشه من رو هم دوست داشت و از اون به بعد خودم هم مثلا علاقه‌مندتر شدم، خودم مثل آدم حرف بزنم و علاقه‌مندان بیشتری پیدا بکنم. یعنی الان واقعا علاقه‌مندم که دوستان بیشتری پیدا بکنم. قبلا هم میگفتم اصلا مهم نیستید برای من، ارزش ندارید برای، ولی واقعا الان مردمان ارزشمند شدن برام. خیلی دوستشون دارم. چه قشنگ، چه باحال تو تا دنیای متفاوت رو داشتی. خیلی عالی، ممنون. این سوالی بچه من به حتی 30% سوالام نرسیدم ولی معذرت میخوام. مرسی از ساپورتتون، مرسی از اسکپتیک که اومد، آیدیا عالی بود. اگر چیزی هست بخواید اضافه کنید اگه نه این اپیزود عزیز دلمی. فقط می‌خواستم به بچه‌ها بگم که این سهیل رو ما خفتش کردیم، قراره بیاریمش توی میز گرد و برای ما از تجارب خودش صحبت بکنه. چه شود. اون خیلی باحال باشه. دمتون گرم. شاکس.